تیر و شمشیر ما فرهنگ ملت است. تیر و شمشیر ما فرهنگ ملت است. آخرین و جنگ واپسین ما فرهنگ ملت است. همه وقت انمی خیلی منبری باشتان و هر جایی که باشین یک جمعیت زیبای تاج آفر باشین و همه شما سرسپرده ها یک کتازا و آسانی این کارا نمی شود و برای همتون یک کم دعای مادرانه من همین که یافتگی پولتان فقط روزهای نیک به صرف کنید. آرزوی حوضهای بچه هاتان بینیتان. همه وقت نان بیار ملت باشیتان. هر کدام شما من میدانم تا 10-15 نفر در تاجیکستان از پشت شما نان میخورد. همین نان بیارا با خدا از بالای سرتان چتر مهر و محبتش کم نکند. همه وقت خدا یارتان باشد. هر کجایی که میرویتان همه وقت شاد و خرسند باشیدان. یک چیزی دیگر هم تو به افضل جان، من جنبه داشتم اینجا، حالی این دفعه بیم میپوشونم. جان دیدم. یک چیزی دیگر، اینجا نشستگی ها تیاری دیدم برای همین کنسرت گفتن ما همین 2 سوتکه 3 سوتکه تماشا میرویم با افضل شاه سروداش میرویم با افضل شاه میبیویم. خدایا هزارها رحمت خاک پاتان شما میدم. آبادت خسته نباشد. یک آرزوی دیگر پیش همه همین ها لایق بزرگ وقتی که 1100 سالگی اسماعیل سامانی دولتداریش جشن میکردیم، من خواستم نمایش لباس کنم. اون کس نمیفهمیدن که من چی میخواهم. فقط میگفتم استاد کدام شعرتو میبخشی زیاد گفری کرد سادم همین چی میخواهید که کدام شعرتو من لباس نمایشتم میگفتم جوانی و جوانی و جوانی. ولی وقتی که نمایش لباس کردم من خانم سبزینه مرا یاد کرد. بعد اون از دست من همین گرفتن و گفتن که با شیطان هم سازش کن کارا پیش بر 60 سالگی به نصیب باشد یک کاری خوب میکنید. من آرزو دارم که اون کس به آرزوشان نرسیدم. من و شما یک برنامه با نام جامعه گدایی، یک شعر لایق بزرگ هست جامعه گدایی، مثل که از مادرای بزرگ از ایران سالار که جامعه گفتن اکنون میگیم به همه ما قرضدار هستیم با یک الهی مادران جامعه دوزن و دامادان جامعه پیشن.